خدا با آموزش دانلود ویدیو از اینستاگرام در خدمت شماییم. این روشی که بهتون نشون میدم احتمال بند شدن یا بلاک شدن پیج شما از سمت اینستاگرام 0%. با خیال راحت میتونین از هر پیجی ویدیو دانلود بکنین، ولی فقط از پیجایی که پابلیکن. نمیتونین از پیجایی که پرایوتن چیزی دانلود کنین. خب یه ویدیو به صورت رندوم انتخاب میکنیم، روی شیر میزنیم و گزینه کپی لینک رو انتخاب میکنیم. لینک ویدیو که کپی شد وارد سایت اسنپ اینستاگرام میشیم که لینکشو براتون توی کپشن ویدیو میذارم. انگشتتون نگه میدارید گزینه پیست و گزینه دانلود رو میذارید. یه چند ثانیه صبر میکنید تا ویدیو رو بارگذاری بکنه. بعدش دکمه آبی رنگ دانلود ویدیو رو کلیک میکنید. به همین راحتی دانلودتون استارت میخوره. موفق باشید.